به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت باره. زیبایی ها. امام رفاعی میگوید زیبایی دل با ترس از خداست، زیبایی عقل با تفکر است، زیبایی روح با شکر است، زیبایی زبان با سکوت است، زیبایی چهره با عبادت است، زیبایی نیت با ترک خواهشات نفس است، زیبایی درون با ترک حسد است، زیبایی حالت با استقامت و استواری است، زیبایی روش با تسلیم در مقابل خداست، زیبایی خدمت با ادب است، زیبایی گفتار با راستگویی است، زیبایی راه زندگی با موفقیت و شریعت است و زیبایی تمام اینها به توفیق الهی حاصل می شود.